حمله کردند و افرادی را به فجیع‌ترین وجه ممکن با سلاح‌های گرم و سرد مورد هجمه قرار دادند و به بدترین شکل ممکن افراد را به قتل رسوندند. بعد از این جریانات جهت حفظ رفاه عمومی و وجود داشته و هیچ چیز مختل نشد. در مورد آمار با توجه به اینکه هنوز مشخص و اصولی و جلوگیری از تنش بیشتر، نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وارد شدند و به مقابله با آنها پرداختند که خدا را شکر بعد از 2 روز این قائله خاتمه پیدا کرد و در روز سوم با حمایت مردمی و با راهپیمایی عظیم مردم از حمایت از این موضوع این که باید شناسایی نشدن و دقیق محاسبه نشده، آمار رسمی اعلام نشده، منتقل لطف و همه که باید اینا جمع بشه، الحمدلله آرامش برگشت. اصلی ترین موردی که باعث این تنش شد، همونجوری که عنوان کردم، بحث مداخله خارجی و حمایت‌های مشخص و روشنی بود که آمریکا و اسرائیل در این مورد داشتند. طبیعتاً بعد از این مرحله